خب فکر میکنم اینو نمیدونستید که اولین کتابخونه ملی کشور سال 1306 در میدان شهرداری شهر رشت تأسیس شد. اصلا مهمه؟ اینا چیه؟ حرف شادی رقص رو بزن. آها، لباس محلی گیلان جز 4 لباس شاد بشریه. اینو من نمیگم. تو جشنواره جهانی لباس محلی در نیویورک لباس قاسم آبادی گیلان به عنوان شادترین لباس دنیا انتخاب شد. حتما میگید که چی؟ چی؟ گفتم که بدونی. چرا رشتی بی غیرت شد؟ این چه حرفیه؟ زمان قاجار زنها حق رفتن به مدرسه رو نداشتن. خب چرا نداره؟ خب اون موقع اینطوری بود. اولین مردمانی که به دختراشون اجازه رفتن به مدرسه رو دادن رشتی‌ها بودن. وقتی این خبر به شهرهای دیگه رسید مردمانش میگفتن رشتی‌ها چه بی غیرت شدن که دختراشون رو میفرستن مدرسه. وای به حال مملکتی که تو اون مدرسه دخترونه تأسیس بشه. کیا میگفتن؟ اینا میگفتن. حالا بذار من بگم. گیلان سالها شادترین استان کشور بوده که البته الان هیچکی شاد نیست. بعدم اونقدر مهاجر رفته شده باقالاقاتو. گفتی باقالاقاتو. جالبه بدونید شهر رشت به دلیل تنوع بالای غذایی 170 نوع غذا دارن. جزو خفن ترین شهرهای غذایی دنیاست که به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در جهان پیوسته. اینم بدونید شما سر سفره گیلانیا که بشینید کیف میکنید، چون چیزی که میبینید فقط غذا نیست. مخلفات. آخ مخلفات روح آدمو جلا میده. سیر و ماست و ترشی و زیتون و پیاز و باقالی و ماهیکولی و خیار حتما باید باشه. متاسفانه این همه تنوع غذایی باعث شده گیلان بیشترین آمار رو در سرطان‌های روده و معده در کشور داشته باشه. اینم نمیدونستید که اولین داروخونه شبانه روزی کشور و همینطور اولین خانه سالمندان و معلولین هم توی شهر رشت تأسیس شد. خب دیگه تموم شد. اگه حال کردی و دوست داری باز بسازیم یه کامنت خوشگل ما رو مهمون کن، برای دوستاتم بفرست. خدافظ. Hay beraber seninle, seni bu sarı mutlu, babuşum bakar kardar.